سلام و احترام دارم به حضار محترم و تشکر از همه دستاندرکارانی که این بستر رو برای دفاع از زندانیان سیاسی، برای حقوق بشر و برای آزادی فراهم کردید. تشکر از شما خانم سودانی برای این فرد برای این دعوت. بازداشت به خاطر بیان دیدگاه و نظر متفاوت یا به خاطر اکت و فعالیتی متفاوت و وارد کردن اتهام غیر موجه برای توجیه این اقدام متاسفانه به یک رویه خطرناک در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. بعد از 2 جنگ اخیر عملاً چرخه خشونتبارتری هم به خودش گرفته، به گونه‌ای که زندانها پر شدن از کسایی که معترض به وضعیت بد موجود هستند. کسایی که امروز ما اینجا در این جمع از اونها به عنوان زندانیان سیاسی یاد می‌کنیم، واقعیتش اینه که بسیار افراد عادی و معمولی هستند. اینها دنبال یک زندگی بسیار عادی و معمولی بودن، اما این افراد هرچه کردند در چارچوب تعیین شده ولایت فقیهی سیستم بسته جمهوری اسلامی ایران و این سیستم خودگرای دیگر ستیز خودستای ضد هویت و آزادی‌های ملی و فرهنگی و اجتماعی و دینی و سیاسی، این افراد به راحتی به در بسته خوردن. مجبور شدن اعتراض بکنن، مجبور شدن برن به خیابون، مجبور شدن اعتراضشون رو بنویسن، در رسانه ها صحبت بکنن، به نحوی اون ابرازشون کنن. گل محمد شاهوزهی از قهرمانان و مربیان و داوران رسمی رشته وشو تو بلوچستان بود. باید ازش تقدیر میشد. امروز باید ایشون در سطح جهانی در حال پیگیری آرزوهاش می بود، اما به خاطر بلوچ صداشون قطع شد. صداتون قطع شد جناب بلوچ. فکر می‌کنم میکروفون رو قطع کردی. یه نگاهی اگه میشه بکنید میکروفونتون رو باز کنید دوباره. بله الان فکر می‌کنم مایکتون بازه، بفرمایید. از گل محمد شاهوزهی میگفتم. ایشون از قهرمانان و مربیان و داوران رسمی رشته وشو تو بلوچستان بود. میگفتم که باید از ایشون تقدیر میشد. در سطح جهانی همین الان ایشون باید در حال پیگیری اون آرزوهای خودش می بود. کسی که رشته ای رو انتخاب میکنه آرزویی داره براش، اما ایشون چون متفاوت فکر میکرد، چون جلویش گرفته میشد، چون تحت فشار بود، به خاطر بلوچ بودن بهش اجازه رشد داده نمیشد، دست به اعتراض زد. همین فرد رو سالها به خاطر کوچکترین اعتراض به زندان انداختن، تحت اتهام محاربه. همه آرزوهاشو ازش گرفتن. وقتی به مرخصی اومد دیگه حاضر نشد بره به اون جهنم، به اون زندانی تک سلولی هایی که زیر شکنجه قرار گرفته بود. تو شهر زاهدان با گلوله کشتنش و انگ زدن بهش، انگ تروریست بودن. همون انگ های قشنگی که برای هر منطقه‌ای اگر بیان بشه افکار عمومی بسیاری رو میتونه تحریک بکنه و اونها رو وادار بکنه که فاصله بگیرن از اون پرونده. گروهک تروریستی. تا ما، بسیار از ما فعالان سیاسی در سطح جهانی، جامعه جهانی، با شنیدن چنین اتهاماتی یه نوع هراس ذهنی پیدا بکنیم و به پروندهش نزدیک نشیم. ما صدها داستان مشابه تو بلوچستان داریم. جوانان و دختر و پسر و پرشور و شنگی مثل خدانور لجه‌ای، بلال و نصروی و دهها جوان دیگر بلوچی که هستن، وقتی تو اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب فیلتر شده تو ایران زندگی بقیه جوانها تو جهان رو داشتن دنبال میکردن و غبطه میخوردن و برای بدیهیات کوچک زندگی خودشون
دست به اعتراض میزدن، اعتراض کلامی، ما اعتراض داریم با همین شعارها مگه تو خیابون‌های زاهدان نبودن؟ ما اعتراض داریم، اما تو زندان‌ها به تاریک‌ترین اتهامات زیر شکنجه می‌شدن، له می‌شدن، خورد می‌شدن. اون شکنجهگری که الان داره اونها همین الان داره تو شکنجه میکنه، تمام تلاشش اینه که با فشار روانی جسمی رو خودش، رو خانوادهش، اونا رو خرد بکنه، خنثیشون کنه. و به قول خودشون این خطر بزرگی که برای جمهوری اسلامی ایران دارن، برای اون حاکمیتشون دارن، این رو از سر پا، از جلو راه در بیارن، اون بردارن. همین لحظه‌ای که داریم صحبت میکنیم 21 زندانی سیاسی بلوچ یک قدمی چوبه دار هست. همین چند وقت قبل که اینترنت قطع بود، چندین جوان سیاسی بلوچ رو تو زندان‌ها اعدامشون کردن. من با چشمای خودم ده‌ها جوان رو تو بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات زاهدان دیدم وقتی که اونجا بودم. هر کدوم با اتهام عجیب غریب اونجا بود، همشون زیر شکنجه. وقتی خودم از زندان خارج شدم متوجه شدم هیچ نامی هم از اینها توی رسانه‌ها نیست. به همین خاطرم کمپین فعالین بلوچ که الان با نام کمپین حقوق بشر بلوچستان میشناسیم تأسیس کردم. بارقه امیدی باشه، چون همین سکوت و همین روایت یک جانبه‌ای که جمهوری اسلامی درست میکنه در مورد افراد، من خودم با پوست و گوشت خودم احساسش کرده بودم، تجربه کرده بودم. اونجا به خوبی متوجه شدم زندانی سیاسی که هیچ نام و اثری از اون تو رسانه‌ها نباشه، با زندانی سیاسی که نام اون توسط مردم تو رسانه‌ها فریاد زده بشه و جامعه جهانی نسبت به اون حساس بشه و مورد حمایت عمومی مردم قرار بگیره، مسلماً در رفتار پرونده‌سازی رژیم جمهوری اسلامی روی اونها تاثیر میذاره. شکنجه ها به طور چشمگیری کمتر میشن در مورد این افراد، پرونده‌سازی علیه اونها تغییر میکنه، سیستمی که اونها دارن، برنامه‌ای که دارن در مورد اون افرادی که دارن زیر شکنجه قرار میدن. لذا کاری که ما امروز داریم اینجا میکنیم همین الان، با وجود تمام معاملاتی که ما در لحظه داریم در سطح جهانی میشنویم که سر مسئله هستی و تنگه هرمز و غیره با رژیم دارن برنامه ریزی هایی میشه، توافقاتی صورت میکشه که مسئله حقوق بشر رو داره تحت تاثیر قرار میده. مسلما مدتی اروپا مدتی که کشورهای غربی نیازی احساس نکنن که روی ایران فشار زندانیان سیاسی رو هم ایجاد بکنن، پرونده‌های حقوق بشری رو برجسته بکنن، ولی همین کاری که ما انجام میدیم اینجا اثر مثبت داره، امید بخشه، کار بزرگیه. وظیفه ما و شما به عنوان افرادی که تصمیم گرفتیم در مقابل ظلم، بی‌عدالتی ساکت نباشیم اینه که به همین فعالیت‌های خودمون برای تحقق آزادی، عدالت، کرامت بشری، حقوق انسانی ادامه بدیم. من توی 17-18 سال فعالیت مستمری که در این زمین داشتم، شک و دودلی، سختی، چالش‌های این مسیر رو زیاد دیدم دوستان. باور بکنید اگر این سختی‌ها نمی بودن من میبایست به کار خودم تردید میکردم. تک تک ما و شما با تردید میکردیم. اما وجود این سختی‌ها نشون میده که ما تو مسیر درستیم. چون برای این آزادی عمومی که ما دنبالش هستیم، برای آزادی زندانیان سیاسی، برای هر نوع آزادی که جوهره حیات بشری است. وجود انسان رو از آزادی بگیر، انسان وجود نداره، برده است. آخر این مسیر شیرینه، آخر این مسیر پرحلاوته. به همین خاطر فارغ از تحولات سیاسی، هیاهوهایی که در جریان هست، متمرکز باشیم برای دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از آزادی، دفاع از کرامت بشری و روی مفهوم آزادی تمرکز بکنیم، فارغ از اینکه چه دیدگاهی و نظر شخصی سیاسی هر کدوم از ما داریم. همه اونها محترم، همه اونها پاک، اما مایی که دستمون میرسه به اونهایی که در زندان ها هستن دستشون نمیرسه. با در نظر گرفتن شرایط تاریخی باید بهشون برسیم. سپاسگزارم.